آقا برابکس به پادکست 67 یا برنامه 67 هر چی که هست 67 خوش اومدین. امروز راجع به باجت میخوایم صحبت کنیم و شاید مهمترین چیز توی دنیای فاینانشال باشه. و قبل از اینکه بریم توی این داستان میخوایم راجع به در واقع داستان هفتمون صحبت بکنیم که یه دونه داستان خیلی باحال حالی داشتش. حالی اگه میشه تو شروع کن. داستان اینه که من با یکی از همکارام صحبت میکردم که مقامش خیلی هم بالاتر بود و این به راحتی میدونم که بالای $1 میلیون در سال رو داره در میاره. مقام بالا، یه منیجر بزرگ و اخیراً هم تو جابش یه ارتقای شغلی پیدا کرده بود و همینجوری به صورت نچرال یه مقدار در مورد مسئله فاینانشال زندگیش صحبت کردیم. دیدم که این فقط اون بیسیکای اولیه که همون اول که تو کمپانی شروع میکنی ستاپ میشه، مثل فروبانک، حساب بازنشستگی، اینا رو داره، ولی ازش در مورد سیوینگ پرسیدم و اینا دیدم که این از این مثل اینایی که 8شون گروه 9شه، همینجوری زندگی درآمد زیاد شده و هزینه‌های زندگی خیلی بیشتر زیاد شده و همین الان اگه جابشو استاپ کنیم خیلی تو موقعیت مالی خوبی نیست. برای من شنیدن این خیلی جالب بود که خود من و همه آدما بسته، یعنی مستقل از این که وضعیت مالیشون خیلی بد باشه، کار نداشته باشن تا یا کار خیلی خیلی خوب داشته باشن، برنامه‌ریزی مالی و یاد گرفتن این چیزا چیزی نیست که با همجوری اومده باشه، حتی با تحصیلات اومده باشه. یا باید یه ادویکیشنی، یه افورتی پشتش بذاری، اینا رو یاد بگیری، عمل کنی، یا اگر عمل نکنی مهم نیست که تو داری الان میلیونی در میاری، همچنان ریسک ها بالا سرتن و از لحاظ مالی میتونی وضعیت خیلی خوبی نداشته باشی. و همین میخواستم اینجا بگم که فکر نکنید که هر کی که درآمدش خوبه خیلی خوب داره رعایت میکنه. این واقعا داستان جالبیه و من اینو تو لول‌های همه جوره دیدم که یه لول خیلی بالایی داره، همین دوباره توضیح میده. و برای همین محمد میگم به $300 میلیون پول داشته باشی که یعنی اینقدر پول داشته باشی که به $300 میلیون پول یه یات بدی. یکی میاد بغل یه یات داره که 800 میلیونه، بعد میگی 3 برابر من پولم بود حالا نمی‌تونم اینو بخرم. و این اون از اون وحش تمامی نداره، واسه همین تو پولو خیلی راحت میتونی به فنا بدی. و جالبیش اینه که هر چی زندگی داره میره جلوتر، پول به فنا دادن راحت تر داره میشه. حالا معنیش چیه؟ من وقتی بابام مثلا سن من بود فکر نمی کنم مثلا میگم ساعتی وجود داشته باشه که مثلا بالای $100,000 باشه. اگه یه ساعتی بود $100,000 دیگه مثلا مردم راجع تو اخبار میگفته واو اینجوری شده. اینا الان ساعتای میلیونی ریخته این ور اون ور. و اون یارو هم که میلیون درست میکنه اینجوریه که مثلا یه دونه درست میکنه، روزی داره 7 تا تولید میکنه. یعنی اینو الماس سبز گذاشتیم تو 6 ماه نداشتیم برای همین $18 میلیون. بعد همه قیمتا اصلا رفته بالا، چیزی که بعد واسه شروه یا مثلا این کمپانی چی بود، این کمپانی با همه کلاب میزنه، سوپریم آره کمپانی مثلا سوپریم، نمیدونم میدونی داستانشو چیه. کمپانی سوپریم یه دونه مغازه بود لباسای جالب میزده، بعد میومده لباسای معروفو میخریده، روش مارک خودشو میزده، اونا رو میفروخته، مثلا خوشگل‌ترشون میکرده. بعد اول سون میشه، بعد انقدر معروف میشه میان باش کلاب میزنن. واسه همین مثلا سوپریم لویی ویتون هست، سوپریم نمیدونم گوچی هست فلان بسا. بعد توی یکم مغازه شروع کرده بود آجر فروختن، روی آجر که آجر روش نشد سوپریم، بعد دونه $100 میفروخت فکر میکنم یا $200. بعد سولد اوت شد. یعنی میخوام بگم احمقیت ته نداره. دو تا چیز باید اتفاق بیفته. تو باید یکی باید خرج تو بدونی چیه، یکی باید این که باجت درست کنی، بودجه درست کنی و اون بودجه رو فالو کنی. حالا 2 تا مثال میزنم راجع به این بودجه. من خرید خونمون برای 4 نفر $1,500 بود اوریج که النا خرج میکرد. و من یه روز اومدم بگم که النا غذایی که ما میخوریم و چیزی که تو یخچال هست نشون نمیده که $1,500 خرج میشه، یه چیزی اینجا اشتباهه. گفت نه همه چی درسته و فلان و بسار. گفتم آقا به نظر من تو داری غذا رو ویست میکنی، آشغال درست میکنی. نه من ویست نمیکنم، اتفاقا من یه چیزی مونده درست میکنم. حالا من به نظرم داره شروور میگه ولی دارم میگم که اوکی آقا من مشکل دارم با این موضوع.
بیا این موضوع رو درست کنیم، من میخوام بودجه غذامو بدونم چقدره. بعد گفتش که اوکی چیکار کنم؟ گفتم آقا بیا واسه 3 ماه از روی اپ سفارش بده، نرو دیگه مغازه. گفت برای چی؟ گفتم بخاطر وقتی میری تو مغازه آدم هیجانی میشه، یه چیزی میبینه میگه اوه بذار سوشی درست کنم، اوه بذار این غذا درست کنم. واسه خریدی که رفتین که من شده رفتم خرید کنم، مثلا مرغ می‌خواستم بعد $300 خرید کردم مرغ نخریدم اومدم خونه. این مغازه همچین ایرادی داره و رو تلفن سفارش دادن اینو حل میکنه. و من بهش گفتم که آقا بیا من یه دونه اکانت اصلی درست کردم، النا رو گذاشتم فامیلی ممبر دیگه میتونه بره اد کنه. بعد النا شروع کرد اونجا اد کردن، هفته هم دوشنبه یا سه شنبه چک اوت میکنم. توی هفته هر وقت مثلا میری تو توالت میبینی گوش پاکن کم شده، تلفن در میری میگی یه دونه گوش پاکن اضافه شه. میری یخچال باز کنی خربزه نیست میگی یه خربزه اضافه شه. دیگه هر چی دلت میخواد تو هفته اضافه میکنی، سه شنبه هم چک اوته. اتفاقی که میفته دیگه تقریبا هفته یه بار میریم خرید، یعنی یه بار خرید انجام میشه و دیگه همه چی میاد یادت نمیاد، چون دوشنبه بعضی ما یاد میاد بعد میری خرید گوش پاکن نخریدم. خلاص آقا الان این کار کرد. سه شنبه من میرم یه ریویو میکنم، یا مثلا میبینم 7 تا کیک سفارش داده، خب 5 تاشو پاک میکنم میبینم 2 تاش فقط بمونه. بعد بهش توضیح میدم، میگم ببین من وزنم زیاده، بچه‌ها لازم نره آشغال بخورن، واسه همین نکن، تو کنترل خودتو داری، واسه تو میک سنس میکنه، برای تو منطقیه، برای همین تو بیا تو نظر چیز ما، بیا زیر نظر من و بفهم گوش بده. میخوای برو بیرون بشین خود کیک بخور، برو مغازه رستوران واسه کیک سفارش بده بشین قشنگ شیک بخور، بیا نبذار تو خونه باشه. اینجوری هم ما رو کمک میکنی هم من میتونم بفهمم درستش چیه. حالا داشتم واسه محمد امروز صبح میگفتم، از وقتی که این کارو کردم از سپتامبر، یعنی سپتامبر اکتبر نوامبر، یعنی بگو 2 ماه، تو 2 ماه گذشته ما کلا $400 از روی اپ غذا سفارش دادیم، یعنی میوه و این حرفا. تو خونم همیشه همه چی هست، اینجوری نیست که چیزی نیست، هم مثلا پاشو هندونه دوست داره هندونه هست، هم آووکادو خوبه اون هست، همه چی هم هست. یه سری چیز حالا از آمازون میاد، ولی در صورت دارم بهت میگم از 1500 واقعا شده. حالا اگر چون من مسافرت هم میرم خب کم میشه، ولی اگه مسافرت رو در بیاری و من فقط اینجا باشم و حساب کنی شده $400. از 1500 شده 400. هیچی هم تو خونه فرق نکرده، فقط کمتر آشغال میریزیم دور. واقعا تنها فرقش همین اتفاق افتاده و من میتونستم این کارو نکنم، بگم که حالا بذار باشه دیگه ها. و یه دقیقه اومدم درستش کردم، دیدم من حوصله ندارم پاشم برم و نگاهش کردم، دیدم وقتی که باجت نیست، حالا من اگر الان یه باجت در بیارم بیام بهت نشون بدم، میگم الان نگاه کن تو 3 ماه گذشته ما همیشه خونه همون پر غذا بوده و من انقدر خرج کردم، دیگه تو سر النا نمیتونم باجت کنم. میتونم که الان پس از این به بعد حالا من نمیدونم عدد چیه، بگو مثلا 600، نه که الان ببین از این به بعد 600 بیشتر خرج نکنیم، شما هفته 150 بار خرید کن دیگه. الان میره بالا میتونه به خودش منطقی کنه که پس باجتش اینه. ولی اگه بگی باجت نداره، حالا اینو تو همه چی میتونی انجام بدی. وقتی بگی باجت نداره تو نمیدونی داری چیکار میکنی، فقط همه چی اوکیه. یه مثال دیگه برات میذارم که اینجا نوشتم. من یه خانواده‌ای بود به من اومد دخل و خرجشو گفت، براش نوشتم دقیقاً 4 سال و 11 ماه پیش. بهش گفتم که آقا بیا این کاری که من بهت میگم انجام بده و زندگیتون خیلی میتونه بهتر بشه. و اینا گوش ندادن به حرف من، گفتن که نه بابا اصلا مثلا میگم گفتم یه حساب باز کن ماهی $100 بذار توش برای کادو، که میخوای جای بدی کادو بخری از این حساب کادو برداری. بگو بابا ماهی $100 حالا کی میخواد چیزی بشه فلان و بسا. این موضوع مال 5 سال پیشه. اگر به حرف من گوش داده بودن زندگیشون همینجوری که تا حالا میرفت جلو، ولی الان نزدیک $150,000 پول گذاشته بودن کنار. الان $150,000 پول که نرشتن کنار هیچی، $75,000 هم خرج کردن از سیوینگشون. یعنی $225,000 فرق معامله است توی فقط 4 سال و 11 ماه. این فرق بودجه داشتن بودجه نداشتن. بعد ببین من رفتم براش نوشتم گذاشتم و فقط یارو گفته نمیکنم. واسه همین این کار آسونی نیست. من دلم میخواد آدما بودجه درست کنن و امروز هم با محمدشون صحبت میکردیم. حالا این 2 قرون بنده بود راجع به باجت. کلا نکته که وجود داره اینه که من خیلی وقتا میبینم بین مردم که
ببین به هر حال همه میدونن چقدر درآمد دارن و چقدر هزینه دارن در کل ماه. خب همه سرشون تو حساب کتاب، مخصوصا ما ایرانی‌ها خیلی دوست داریم حساب کتاب و اینا، ولی هیچ وقت توی اپیزودم با هم دیگه صحبت کردیم، تو اگه 10,000 تا مثال میزنم اینکامت باشه، 5,000 تا هزینه داشته باشی، اون 5,000 تایی که تو ذهنت سیو بکنی اون 5,000 تا هیچ وقت نمیاد. یادت قبلا با هم صحبت کردیم و داستان همینه. مردم یعنی ما خیلی وقتا روی همون نمیدونیم که اون در واقع 5,000 تا اون حالا سیوینگی که وجود داره رو چجوری سیوش بکنیم، از چه راهی، از چه روشی استفاده کنیم و هیچ کس حواسش به اون نیست و همه در صورتی که همین نکته ریز، همین نکته اصلا خیلی میتونه روی زندگی و سیوینگ آدمو تاثیر بذاره. ببین بهتم گفتم وقتی که تو خرجتو مدیریت نکنی، از یه تایم به بعد افسار زندگی یه جوری از دستت در میره که به خودت میای یهو میبینی که آقا مثلا من این همه درآمد دارم ولی تا الان هیچی سیوینگ ندارم. نکته همین آقایی که هادی گفت دیگه، هادی گفت دقیقاً، بگون یارو 1 میلیون داره درآمد داره، هر کی از پشت میبینه میگه این حداقل الان مثلا 5 میلیون کش داره، 3 میلیون اینو داره، 2 میلیون اونو داره، ولی یارو میگه نه من هر چی دارم خرج کردم. و این خیلی جالبه به خاطر اینکه تو وقتی شروع میکنی کار کردن روز اول بد 1 میلیون نمیدن. اکثر آدم‌ها 99% آدم‌ها روز اول 100 تا شروع میشه، بعد میشه 300 تا، بعد میشه 600 تا، بعد میشه 800 تا، بعد میشه 1 میلیون و تو همیشه وقت داری که خودتو ادجاست کنی. تو وقتی که داری کم پول در میاری حاضری به چیزای ارزان‌تر بخری، وقتی پول بیشتر در میاری چیزای بیشتر میخری. و همونجوری که گفتم الان همه چی غیر ارادیش گرون هست. مثلا میگم زمان بابای من تای مثلا ویسکی بلک لیبل بود. اگه بلک لیبل میذاری یعنی پولدار بودی. خب الان بلک لیبل رو دیگه هر کسی مثلا باشه میگه دیگه بلک دیگه مینیممه، یعنی چیزی که تو مثلا فقط 50 سال پیش خفن بود الان شده معمولی. سهیل جان این چیزی که در مورد غذا گفتی خب خیلی مهم بود، این $400 versus $1,500. خب این اگه بخوای همینجوری پروسه براش در بیاری کاری که کردین و این پروسه میتونه به همه چی تو زندگی اپلای بشه. شما داشتی با یه دیفالتی رو اتوپایلوت میرفتی و تو زندگی ما تو همه کارامون، تو بهداشتمون، تو منتال هلثمون، توی باجتمون، همه چیمون اینجوریه. یه چیزی داره میره دیگه، با جریان رودخونه داری زندگی میکنی، حواست نیست، دیفالت. صبح پا میشی اتوماتیک یه سری کارا رو داری میکنی، اتوماتیک داری غذا میخری میخوری. شما اومدی روی یه موضوعی دست گذاشتی، اینو آیدنتیفای کردی، گفتی من به جای اینکه بخوام با اتوپایلوت برم میخوام مایندفولی بهش نگاه کنم. بعد اومدی گفتی که اوکی من فقط نگاه کنم، فقط آنالیز کنم، جاجش نمیکنم، آنالیز میکنم. بعد اینکه آنالیز کردم میبینم او این عدده با اوریجی که بخوام اینتنشنالی بخوام با قصد چیز بکنم نمیخونه، یه جایی نمیخونه. پس میای براش یه پلن میذاری. خب و اون پلنه باید جوری باشه که امروز تو با قصد اومدی دست گذاشتی رو این، فردا تونستی روز سوم بچه مثلا پاش میخوره یه جایی حواست پرت میشه دیگه، حواست نیست که بری دوباره هی یخچال نگاه کنی. بنابراین باید همون روز اول که سولوشن میذاری یه پلنی بذاری که اون پلن تو رو محدود کنه، تو لازم نباشه که پس فردام به این فکر کنی، تو رو تو اون چارچوب قرار بده، مجبورت کنه و این تا ابد تو زندگی یکی از مثلا نقاطی که تو مهم بود و گذاشتی توی یه چارچوبی برات خوب کار میکنه. خب باید ببینی که توی موضوعی که میخوایم مثلا حرف بزنیم یا هر چیزی که چجوری میشه یه پروسه رو به اینجا انداخت. و یه مثال جالب دارم برای خودم. من همیشه کنترل سرعت وقتی ماشین دارم میرم حواسم همیشه نیست که حواسم باشه اسپید لیمیت رو رد نکنم و یه بارم جریمه شدم سر این و واقعا حواسم نبود. بعدش اومدم دیدم که من هیچ وقت معتقد نبودم که مثلا تو تسلا یه دونه کپ میذاره که از اون سرعت بیشتر نری اینو روشن کنم. میگفتم که خب من آزادی خودم دوست دارم تصمیم بگیرم چجوری درایو کنم. بعد از اینکه جریمه شدم انگار سرم خورده به سنگ، اون لحظه گفتم که بذار من اینو روشن کنم، میذاری رو 85 مثلا سرعت، اینجا مایل پر اور. وقتی اینو گذاشتم هی نوتیفیکیشن میگیرم که داشت سرعتت میرفت بالا، من اینجا نگه داشتم.
و بعد دیدم که چقدر من راحت شدم، چقدر خیالم از این راحت از این چیزه و چقدر ما احمقیم که فکر میکنیم اگه همه چی رو بسپرن به ما آزادی اینو داریم که درست تصمیم بگیریم. و انقدر موقعیت از اون بعد پیش اومده برای من، هی نوتیفیکیشنی که میاد دینگ میکنه، میفهمم که من کاش از روز اول اینو لیمیت کرده بودم که اون یه جریمه رو هم نگرفته بود. حالا این حرف که داری میزنی خیلی قشنگه و آدم بعضی چیزا رو باید خودش برای خودش دینگ درست کنه. من همیشه میگم من آدمی بودم که هر کی به من زنگ میزد از من پول میخواست، من همه جور میرفتم قرض میکردم پول میدادم به کسی که کار کسی راه بندازم. گفتم من که دارم قرض میکنم، تو کار راه بیفته وقت تموم شد بده من میذارم قرضمو پس میدم. الان کسی زنگ میزنه میگه تو بیمارستانم، من میگم من معذرت میخوام، من مسئول سلامتی شما نیستم. این الان مثل همین دینگ تسلای تو، مثل نوتیفیکیشن تسلای تو. یعنی حرفی که من میگه من اصلا خاموش میشم، میرم رو اتوپایلوت، میگم سوال تو اینو بهش چندین بار منطقی، عاطفی، دوستانه‌ای، تجربه‌ای، به خاطر سوددهی، خودخواهی، همه جوره، هر جوری تو اینو نگاه کردی دیدی که به نفعت با کسی از نظر مالی وارد نشی. پس نه بگو نه یارو امکان داره ناراحت شه واسه یه روز، ولی همه چی اوکی میشه. اون یکی همیشه بدتر از این بوده. هر دفعه ناراحت میشم، هر دفعه بهم فشار میاد، ولی میگم نه. آدما باید اگر امکانش هست یه چیزی رو روشن کنن که کنترلش کنه، واقعا روشنش کن. حالا شده پولتو بدی دست رفیقه، شده نمیدونم واسه مام بابات بذاری، نمیدونم بری پولو یه کاری بکنی که سخت بشه کشش کرد، مثلا طلا بخری همون اهل اصلا نمیتونی بری مثلا بفروشیش، یا اگه نمیشه واقعا بعد برای خودت نوتیفیکیشن بذاری. و کار این برنامه ما مثلا همینه. من میخوام هفته یه بار آدما بشن اینجا یه چند دقیقه ما وقت بگذرونن که ریمایند بشن که آقا پول در آوردن کار آسونه است، پولدار شدن سخته. پولدار شدن فقط با 5 تا نقطه با کار انجام میشه. باجت باید بنویسی، باجت رو باید فالو بکنی، درآمدت رو باید ببری بالا، خرجت رو باید بیاری پایین، اینوستمنت انجام بدی. تا اگه این 5 تا کار انجام بدی امکان نداره تو پولدار نشی. تمام آدما میتونن پولدار بشن. اینو دوباره میخوام بگم، ماشین اول من برای من در اومد $60,000. اگه اون پول من گذاشتم تو اینوستمنت 3 میلیون دلار پول میشد. مگه اینکه به من میگفت تو اون 18 سالگی تا 22 سالگی همه جا پیاده میرفتم، نمیگفتم $100 من نمیشه از این پول $100 بده به من بقیه‌شو بذاریم واسه اینوستمنت. تازه اون پولی که دارم میگم پول بیمه و بنزین توش نیست. دقیقاً. به نظرم ما باید اصلا جدی بگیریم که همین نکته‌های کوچیک چقدر میتونه به زندگیمون و آیندهمون کمک بکنه. قبل از اینکه ونگ بزنی جدی بگیم، چقدر خود جدی گرفت از هفته پیش تا حالا سیوین چقدر الان چقدر پول داریم که می‌خوایم بفرستیم تو اپ؟ الان تقریبا میتونم بگم که من میتونم از برآیند این 2 هفته تقریبا آره دیگه به نظرم $40 میتونیم بزنیم. یعنی سیوینگ 2 هفته رو میتونیم بزنیم. بیا بالا. خیلی خوب. حالا من می‌خواستم بگم یعنی نکته‌های کوچیک خیلی مهمه. ببین شما وقتی که یه وعده بیرون غذا می‌خوری، صبح داشتم فکر کنم به خودم $15 با اون وعده‌ای که تو خونه می‌خوری و خودت آماده می‌کنی و می‌بینی $6، این خیلی با هم فرق می‌کنه. صبر کن محمد، های فایو کردی با این آها 2 هفته پیش من یادمه هر ماه $700 اضافه داشتی. الان من انتظار داشتم از اون $1,400 که اضافی داری حالا 400 تاشو ول داده باشی، حداقل 1000 تا باهاش های فایو. خب داستان که هنوز اصلا به ماه که نرسیدیم. راست میگه، اون $700 در ماه بود. راست. آره اصلا 500 تا 700 تومن میگم تو ماه. خب الان از این $350 چرا 40 تا مونده؟ خب نه $350 دیگه هنوز وجود نداره. کمتر کار کردی این هفته؟ نه در اینکام همونه، یعنی درآمد اوکیه. فقط داستان اینه که یه مقداری خرید خودم بوده با اون چیزایی که یه سری از قبل خریدم و اونا رو از کردیت صاف کردم. آره یعنی اشکال نداره. ببین مهم اینه که شروع کنی. ما داره همینجاست که ببینه آدم نرمال همینه. آدم غیر عادی وجود داره مثل من که حواسش به همه چی هست. آدم نرمال هم اینه.
دست خودش این که نیست. عالیه ما داریم حرف میزنیم، من دارم اون برای قضیه رو نگاه میکنم. آره حالا میگم الان بعد این اپ رو واسش راه بندازیم که مردم حالا تاثیر اپو ببینن که وقتی تو بتونی هر روز پول بفرستی یه جایی چقدر فرق داره تا اینکه مثلا بگی بذار آخر، چون وقتی پول تو حساب جمع می‌کنی وایسی آخر هفته بشه یا تا آخر هفته به قول خودت یه خرجی همیشه پیش میاد. آره داستانی که وجود داره، من الان اصلا روزانه ترک نمی‌کنم خرج خودمو، ولی هفتگی مثلا هفته پیش یادمه که برای خودم بودجه کردم، گفتم تو اگه مثال $100 هفتگی خرج بکنی مثلا ماهش میشه 400 500 اینا خوبه. خب در این حد پس تو میتونی مثلا در هفته 2 بار خونه مثلا غذا درست بکنی، یه بار بیرون غذا بخوری و تا بودجه مثال $100 هم خودتو نگه بداری و دیگه خرج دیگه هم حالا دیگه حتی من خرج آنچنانی میگم اینا همش خرجای روزمره. نه باید اپ رو بندازیم برات. حالا روزانه که تو میگی احتمال یعنی 100% خب بیشتر تاثیرش اینا دیگه. من اتفاقا می‌خواستم بگم اون 500 تا رو آدم چجوری باید سیو بکنه. حالا فهمیدیم 500 یا 700 منتها مشکل بیشتر آدم‌ها اینه که نمیدونن اونو چجوری سیو بکنن. یعنی من بهت میگم من خودم کاری که میکنم، حالا هادی هم نظر خودش رو بگه، من 50% اون پولو میذارم توی استاک مارکت، 30% رو طلا میخرم، 20% رو بیت کوین. اینجوری هم نیست که هر $100 میاد میگم $70 بره اونجا، $60 بیاد اینجا، $1000. نه، همینجوری مثلا یه دفعه $1000 میاد میرم $1000 بیت کوین میخرم، بعد یه بار $1000 میاد میرم $1000 طلا میخرم، بعد یه بار 2,000 میاد میرم میذارمشون تو چیز. تقریبا سعی میکنم بالانسش کنم روی این. اگه پول گنده دستم بیا $3,000 به بالا، آره تقسیمش کنم، $50 میذارم تو استاک مستقیم فلان بسا. الان برای تو موقعیت تو بهترین چیز الان برای تو استاکه، برای اینکه طلا یه خورده گرونه. طلا تو به نظر من باید اونس بخری، چون تو وقتی که میری زیر 7 اونس و کمتر یه پولی میدی. یعنی مثلا یه اونس $4,000، 7 اونس 2,100. تو $100 اضافه پول میدی فقط خاطر اینکه کمتر میگیری و اون $100 5% پوله. یعنی تو 5% که طلا میره بالا رو تو از دست میدی. به خاطر همین من به نظرم میگه باید یه اونس به بالا شروع کنه آدم خریدن و اون برای هر ترانزکشن $4,000 میخواد. برای همون اون الان برات زود شروع کنی. بیت کوین خیلی برات خوبه چون میتونی کوچیک کوچیک شروع کنی به علاوه استاک مارکت. یه اپی هست به اسم Wealth Simple برای کانادایی‌ها، برای آمریکایی‌ها رابین هود خیلی خوبه. چیزای دیگه میشه تو بگی که میشناسی میشه باشون استاک خرید؟ میشه ای ترید داشته باشن، میشه آی بی کی آر داشته باشن. ولی آی بی کی آر کانادا کار میکنه. آره و ای ترید یه چیز خوبیه. ولی دو سه تا نکته جالبی هست. یکی این که آدما این حوصله رو داشته باشن که این درصد رو هی بالا بکنن پایین بکنن. این یه بحثیه که خیلی وقت آدما میخوان خودشون شاید بتونن یه درصد زیادی نمیتونن، یعنی این تشخیصا رو درست بدن. شاید واقعا الان بودن سهیل کنار محمد این خوبی رو داره که اون بهش اعتماد داره، میتونه بگه که من انقدر سیمپلی انقدر میذارم کنار، اینو میدم سهیل تو این اپ برای من بگه که چیو بخر چیو چیز کن، یا اصلا اینو بدم بهش. و دوم این که به نظر میرسه که وقتی پول دسترسی بهش داریم، یعنی اگه اپ دست من باشه بتونم سریع بفروشمش، اونم خیلی کارو سخت میکنه. یعنی اگه بتونیم مثلا یه دیلی بندازیم همیشه وقتی که من پول لازمه. آره باریکلا واقعا این خیلی حرف هادی درسته، برای اینکه واقعا نمیدی باور کنید چقدر من آدمو زحمت کشیدم بهشون یاد دادم، بعد مثلا 2 سال بعد میبینمش میگم که الان تو 60,000 تاست، میگه نکشیدم بیرون موتور خریدم. بعد میگم بابا این شروع اون کاخ بود، تو به لامصب به در رسیدی، جو گرفته، درا رو فروختی رفتی باش داری حال میکنی. من در دارم کسی در منو میخره، بابا داریم کاخ میسازیم. بعد 40,000 تا اولی که تو میذاری دوباره تکرار میکنم، ماشین شخمی که بنده خریدم $60,000 $3.5 میلیون خرج داشت. ماشین بعدی که خریدم $60,000 $3.5 میلیون خرج نداشت، خرج اون شد 2 میلیون. یعنی فاصله فقط اون 4 سال $1.5 میلیون روی همون مقدار پول خواهد بود. برای این پول اولیه خیلی مهمتر تاثیر داره، چون هی قرار پول گندش میگن وقتی بیای درصد رو تقسیم بر 72 بکنی. آره قانون 72 اینه که بهت میگه که اگر یه پولی رو چقدر نگهداری 2 برابر میشه، چند سال نگهداری این پولت میشه 2 برابر. اگر بعد 72 رو باید تقسیم بکنی به درصد. اگه اوریج الان 10% میشه 7.2 سال.
یعنی 7 سال به این پول دست نزنی، 7 سال بعد 7.2 سال دیگه شده 2 برابر. خب پس این 2 برابر چیزی که تو رو درست میکنه پول اصلی میشه. واسه همین همه آدما تا به این پول میرسن میکشن بیرون. من شاید بزرگترین چیزی که خودم ازم خوشحالم اینه که من قدرتو دارم. من وقتی یه چیزی میگم آقا این برای سال 67 به هیچ عنوان بهش دست نمیزنم. یعنی مثلا اگه پول کم بیارم حتی امکان داره خونه رو بفروشم، میگم من پول ندارم، بعد میگم خب تو که اینجا کش داری، میگم نه این پول سال 67 ربطی به این نداره. یعنی به هیچ عنوان قاطیش نمیکنم. اینوستمنت خفن بیاد وسط، هیچی قاطیش نمیکنم، اصلا اون وجود نداره. این سخت این کار داستانه. اراده خیلی مهمه. این سلف کنترلیه که تو داری و اوریج آدم‌ها اینو من ندارم. خیلی یعنی همه تو فکر کنم استثنایی که داری، آدمای خیلی کمی اینو دارن. یعنی و این اکانتایی که کمک میکنه به این که اینو نگهداری برداشتن رو سخت میکنه. مثلا 401k تو آمریکا میگه قبل 65 سالگی برداری به 10% باید جریمه بدی، 15% باید نمیدونم تکس بیشتر بدی. یه همچین کارایی رو میکنن، سختش میکنن. ولی اگر هم آدما بتونن این کارو سخت کنن یا یه جایی بذارن فراموش کنن، مثالش از جولای تا الان چند ماه شده؟ بود الان 11 4 ماه نشده کامل. خب 4 ماه پیش یه نفر پیش من بود و داشت برمیگشت و $10,000 داد به منم چون سنش زیاد بود برای اینکه اصلا ریسک نکنم همشو S&P 500 کردمش. خب من الان لاگین کردم، نمیدونم دیده میشه یا نه. الان 10,800 یعنی تو 4 ماه 8% رفته بالا. خب این آدم دفعه بعد 2 سال دیگه بیاد پیش من 2,000 تا پول بیشتر از اونی که به من داده بود دستشه که میتونه خرج سفرش کنه. ولی خوبیش اینه که این اگه فردا بخواد یه لحظه بگه من میخوام یه کاری بکنم اینو برای من چیز کن، خیلی طول میکشه که من اینو بیام کشش بکنم بهش برگردونم. احتمالاً میگه ولش کن، من توی یه روز آینده این پولو لازم داشتم. یعنی من انگار باش یه قرارداد نانوشته دارم که اگه بخواد این پولو از من بگیره باید حداقل 1-2 هفته صبر کنه. این واقعا این شاید مهمترین استپ این داستانه که آقا بفهم اینو دست نباید بزنی و هر هفته یه انگولکیش بکن. شده $20. دلیلی که من های فایو کردم این بود، برای اینکه جوابش 0 نبود. اکثر آدم‌ها جوابشون 0. من میخوام هر چیزی بالای 0 رو ریسپکت بدیم بهش. یعنی همین که تونسته بکن، چون خودت داری میگی کسی که میلیونه به 0 دیگه این چه گویی بخوره. میفهمی چی میگم؟ واسه آدما اکثرشون اینجوریه، یعنی دست خودشون نیست، وقتی پول میاد هی خرج میکنن. عقده هست، کم فکری هست، اون مارونک تو اون هست، یه چیزی میبینه دیگه دنیا الان به اون واسه. من الان این شلوار نشه باشم اصلا زندگیم دیگه نمیره جلو. آره اصلا اون مثالی که تو زدی ببخشید نه شما میخواد بگو برادر. نه من میخواستم بگم آره خود منم که دارم میگم الان گفتم دیگه، منم لپتاپ خریدم و آره لپتاپ داشتم، همیشه چیزی هست. آره همیشه یه چیزی هست و منم دارم سعی میکنم که جلو خودم رو بگیرم، اراده کنم، خورد جمع کنم و اینا. یعنی منم جدا بقیه نیستم خیلی. یعنی من از خونه هادی که اومدم سپتامبر قول دادم هیچی تا جولای سال دیگه نخرم. هیچی نخریدم هنوز. ببین این مثالی که تو 2 هفته پیش زدی زندگی منو واقعا تاثیر گذاشت. اونم اون مثال خونه‌ای بود که میخوای تو 1 سال خونه بسازی، تا ماه 11 هر موقع میای تو خاک و خل اصلا خوشگل نیست، فکر میکنی اینجا خراب است و همین چیزایی ریز ریزی که جمع میشه لحظه آخر یهو همه چی چند برابر میشه، اون زیبایی میاد بیرون. و اینو من تو ورزش توی اکتیویتی روزانه‌ام الان من ماشینم رو دورتر پارک میکنم تا اینکه یه ذره بیشتر راه برم، چون اون راه رفتنه مثل یه دونه کاشیه، یا حواسم هست که یه لقمه کمتر بخورم. قبل از اینکه من این مثال رو بشنوم میگفتم که ببین تو 50 پوند اضافی داری، حالا با یه کوکی میخوای چیکار کنی؟ خب ولی این مثاله که توی اتمیک هابیتس هم گوش میدونم خیلی شبیه این بود، اینه که اتفاقا تو هر چی تو زندگی داری، هر چی که بهش افتخار میکنی، فکر میکنی بهش رسیدی، برگردی نگاه کنی میبینی که سالهای سال آروم بردی جلو، الان اونو داری. این
توهم اینکه شبانه پولدار شده طرف، شبانه چیز شده، واقعا برای اوریج مردم کار نمیکنه. شبانه هیچکی ویت لاس نداشته، هر کی هم ویت لاس پاچ سرجری اینا داشته برگشته، چون اون عادت مداومی که این خودش رو خراب کنه بدنش رو دوباره میاد سوار میشه همین آدمی که استیف کرده، هر کاری کرده، هر عملی کرده، دوباره همه اون وزنا 7 سال بعد برگشته. آره واقعا دمت گرم، مرسی. من فکر میکنم این اپیزود همه چی رو داشت و بچه‌ها کاری که ازتون میخوام بکنین برای بیننده ها، لطفاً هر هفته این اپیزود نگاه کنین. مثل برای میدونی مثل قرص بهش نگاه کن، میگن اگه آنتی بیوتیکو نخوری بهش چیز میشی، ایمیون میشی، اینم همونطوریه، اگر گوش نکنی یادت میره. واقعا من شاید باورتون نشه، یک از دلایلی که این برنامه درست میکنم اینه که هفته خودم یه بار چی میگن فارسی چی میشه، ریمایند، یادآوری هفته یه بار خودم رو یادآوری کنم که دارم چیکار میکنم، چون یادم میره. و اینکه هر هفته دارم خودم رو ریمایند میکنم خیلی خوبه. یعنی مثلا میگم من 4 ماه پیش که قبل از اینکه برم خونه هادی داشتم لپتاپ نو میخریدم، بعد من به هیچ عنوان لپتاپ لازم ندارم. هادی زندگی من دیده، من فقط یه دونه گل لازم دارم و تخت خواب، دست زندگی میچرخه. ولی کلید کردم یهو برام یه لپتاپ بخرم. فقط چرا؟ چون که میخواستم آیفونم رو بکاپ کنم. آیفونم 1 ترابایتیه، لپتاپم 1 ترابایت نبود. بعد اینو بخوام رو بکاپ کنم لپتاپ جا نمیاره. یه دونه هم اکسترنال هارد خریدم، کدم نوشتم که بندازه بکاپ روی اون، ولی میخواستم رو لپتاپ باشه. یعنی یعنی دیگه لغت یارو تو هیستوری اینجا اختراع شده که آقا یعنی واقعا چرا فقط به غیر از اینکه میخوای چرا تو الان داری فکر میکنی این کار عاقلانه است؟ بعد این حرفا رو که میزنم جلوی خودمو میگیرم و شما این کارو بکنین و یه باجت بنویسین برای خودتون. لطفا هم توی کامنت بنویسین چند سالتون و چقدر اینوستمنت دارین، میخوایم اینو ببریم بالا. بچه‌ها حرفی دارین؟ میگم دقیقاً یادآوری خیلی مهمه. الان مثلا همین که هادی گفتش 40 تا کمه، من اتفاقا پرقدرت این هفته میرم که اون 40 تا بیشتر بشه. من خودم به خودم یادآوری میکنم که یادت گفت کمه و اینا. نه دمت گرم. دیگه بعد بری بالا. نه هر هفته ریمایند میکنیم به بچه‌ها. سوال بعد اینکه تو از خونه ما رفتی، باران یه تغییری داد. خریدای آمازون رو ما هر موقع آمازون داشتیم، باران هم موقع که چیزی به ذهنش میرسید همونجا میخواد بای نه، یه سوایپ میکرد فرتی فردا میومد. باران گفت که من میخوام خریدام رو هر چی میخوام بخرم یه روز بذارم تو کارت بمونه، حتی یه هفته نه، یه روز، و فرداش که نگاه میکنم ببینم که واقعا حالا اینو میخواستیم یا چیزه. باورت نمیشه خرید آمازون ما تو ماه بعد از $7,000 رسید به $3,500. خیلی چیزا بود که اون لحظه فکر کردیم لازم داریم، ولی فرداش یه بار دیگه فکر می‌کردم حالا مثلا اینو لازم نداریم، یا مثلا یه جور دیگه چیز. خیلی فرق. آره خلاصه دمت گرم، اونم به ما یه خیلی رسوندی. دمت گرم که بیام دوباره ببینم تو جون یا آگست. حتما. دمت گرم آقا. پس فعلا تا اپیزود بعد. چاکس.